میخواستید که راجب این تابلو توضیح بدم. این تابلو 220 ساعت وقت منو گرفته و با قلم رپیدوگرافه. این زندانهای تهران در زمان ناصرالدین شاست، سیاهچال تهران و این زندگی مفلوک و حقارتبار زندانیان اون موقع است. این به وسیله چراغ‌هایی روشن شده. من وقتی می‌خواستم این کار رو انجام بدم مجسمه‌های کوچولویی درست کردم و با شمع نور دادم که ببینم نورا چه کار میکنن، چه بازی با هم دیگه انجام میدن. و خب خدا رو شکر من این کار رو خیلی دوست دارم و به یکی از بچه هم هدیه دادم. گلای وحشی که از نوع شیشه است. اینا شیشه های ریزه در یک کارخونه تبدیل به پودر میشه و بعد من میرزم روی این مس و این میره تو کوره و این کوره این رو بهش جون میده و حال میده و بالاخره تموم میشه. مرغان تیزبال چو رفتند زان دیار، مرغی نحیف هم همراه اصحاب میرود. یاد تو و رسیدن به کوی تو خام آرزوی ماست که بر باد میرود. هر وقت که نقاشی میکنم شعری هم به همراه میگم و اگر شعر میگم فرداش همون رو نقاشی میکنم. این پرنده است که با میناکاری باز درست شده و باید بگم که میناکاری الان در دنیا مرسوم نیست. شاید این بزرگترین اندازه‌ای باشه که شما میبینید، 12 در 18 اینچ، برای اینکه کوره مینا بزرگتر از این است. باز 12 اینچ در 18 اینچ. اندازه های انامل خیلی مهمه برای اینکه وقتی که روی این پاروی مخصوص در کوره میره نلغزه و شیشه ها از روش نریزن و باقی بمونن. دو پرنده عاشق، دو پرنده‌ای که به همدیگه دارن صحبت میکنن، مثل من و خیالات من با ایران. یادی از 13 به درای ایران. این 13 به دری است که در 3 سال پیش وقتی که من در دالاس بودم عکسشو گرفتم و بعد تهیه کردم. خودم این قسمت گوشه اینجا نشستم و همون حال و هوا رو داره. درختایی که تازه دارن جوونه میزنن ولی هنوز لختی زمستون بر شاخه‌هاشون و مردمی که با عشق و هیجان دور هم دیگه جمع شدن. یاد 13 به درای ایران بخیر. این یک نمونه است از زندگی قدیمی 50 سال پیش در مسجد سلیمان که ما اونجا زندگی می‌کردیم و عروسی کارگر من با زنش و من تمام این خاطره رو حفظ کردم و بعد از سالها از خاطرم کمک گرفتم و این کار رو تهیه کردم. اسمش از تابلوی عروسی. این یک کار مدرن
به وسیله گل تهیه شده یا همون پرسن سفید رنگ و این سالها بعد خارج از دلیل هوای فلوریدا که خیلی هم راحت نیست دوام و استقامت داره، اصلا هیچیش هم نمیشه. برای اینکه خب میدونید گل یه خاصیتی داره که وقتی در گلو پخته میشه عمیقاً میمونه، سالها میمونه و رنگش هم خب رنگ اصلی سرامیک مخلوطی با رنگ شیشه خورشید فلوریداست. گله زیبای دماونده و سالهاست دماوند رو ندیدم، ولی خب کتاب که هست و عکاسای خیلی خوبی در ایران هستن که این عکس‌ها رو تهیه میکنن و به صورت کتاب در اختیار ما ها میذارن. این گله دماونده، زنا با حرکت خیلی سریع سوار اسب دارن به طرف جلو میان. گلا نمونه خوشبختی، آزادی و شادیه و جوانها هم اینها رو تعقیب میکنن. عید نوروز که قشقایی‌ها آمدن و دارن پارچه میخرن و لباسای عیدشون رو فراهم میکنن. پنجره‌هاییست رو به دنیای زنان، پنجره‌هاییست درباره زنان افریقایی، زنان جنوب ایران، زنان تهرانی، زنان مالزی، زنان آنگلوساکسون، زنای شرق دور، زنای سرخپوست و جامائیکایی و اینها همه تقاضای صلح دارن، آرامش رو میخوان چون بچه دارن و متاسفانه الان در این دنیا کمتر این آرامش رو ملاحظه میکنیم. این یک حافظیه خیالی، میدونم حافظیه اینجوری نیست، ولی در ذهن من نقاش حافظیه اینطوری در یک بعد بالایی قرار گرفته که دست آدمای
مثل من مفلوک بشری بهش نمیرسه. به طاووس خیلی علاقمندم. گذشته از رنگامیزی زیبایی که داره. به خودم فکر میکنم که بدنه طاووس مثل بدنه پیکر انسانی یکیست، ولی پرهای رنگ و رنگ داره، زنگاری، صورتی، سرخ. و برای همین 2 نمونه از زنان ایران رو انتخاب کردم. قسمت این یکی زنان آذربایجان هستن، آذربایجان شمالی در داماد و طرف دست راست زنان بختیاری. همه یکی هستن، همه ما ایرانی ها یکی هستیم. میدون ارگ قدیمه 150 سال پیش و مردمی که به انواع و اقسام حرف آشنایی داشتن و کار میکردن. در اینجا سلمونیه، اینجا درویش، اینجا فروشنده میوه است، اینجا مردم دارن تماشا میکنن. این از روی یک کار خیلی قدیمی که فقط آدما وجود نداشتن و طرح پشتش وجود داشت و توسط فرانسوی در 150 سال پیش نقاشی شده بود، اون طرح رو وام گرفتم و بقیه رو با فکر خودم اجرا کردم.